Quindi tutte. La missione onde. حتما شما فیلم های مختلفی رو تو پمپ بنزین دیدید که سرنازل بنزینی که وارد باک بنزین میکنن شروع به آتش گرفتن میکنن. موقعی که میخواید بنزین بزنید حتما دستتون توی یک چی فلزی باشه تا الکتریسیته ساکن بدنتون از اون تخلیه بشه. شما مطمئن باشید اگه این کار انجام بدید دچار حادثه نمیشه. حالا به هر دلیلی موقع سوختگیری باک و سرنازل شما دچار حریق شد، به هیچ عنوان سرنازل خارج نمی‌کنید و با یه دستمال روی باک و سرنازل رو میگیرید و عملیات اطفاء رو انجام میدید. دلیل اینکه سرنازل رو نباید در بیاریم این هستش که مایعات چون قابلیت جاری شدن و سطح‌سوزی رو دارن میتونه حریق شما رو گسترده‌تر کنه. مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی باک شما منفجر نمیشه و این استرس رو از خودتون دور کنید. تا انتها پر نکنید. حتما یه فضای خالی رو نگه دارید. برای بخارات خود بنزین دو تا هست داره. اولین هستش اینه که بنزین از داخل باکتون بیرون نمیزنه. دوم به کنیستر یا جاذب بخارات بنزین آسیبی وارد نمیشه و سیستم سوخت‌رسانی ماشین میتونه به درستی عمل بکنه. موردی بوده شخص باک بنزین رو تا انتها پر کرده و بعد از مراجعه به منزل و پارک کردن خودرو جا برای بخارات بنزین نذاشته و باعث نشت بنزین داخل پارکینگ شده. همون نشت بنزین باعث حریق و سرایت اون به کل ساختمان شد.